دوستای عزیز، ویدیو رو تا آخر ببینید باشیم. میریم طرف دفتر کیزوشان، دفتر گلبار سنتر که کار دارم. اینجا را شاید کلتان غلط بشین. شهر نو یک جایی که شهر یک جای خوب از خلاصه دیگه. جاده های شهر نو است. البته ویدیو را تا آخر سعی کنید که براتون یک جای دیگر رو مهم گفتم بشن. کوچه انتیک فروشی را در قسمتش میدیم که سر یک جای جالب بشن و فروشان میتون ببینین زیارات خوش دام لذت الله بود. روزه دارم اگه نمیگیره خوب خوره بود دوستایی. عزیز ناموسنم من دمی جادای کابل که خدا میزنی خدایی دلت هم هم احساس خوشی میداشته باشه. نمیفهم چرا وطن از بگم جایی را که براتون گفتم این داخل همون خود سیوان تو جایی که کوچه فروشی هست. یک این بزرگش هست که تمام زیارات هست و زیارات مقبول زرد نوست جنس و زمرد و یاقوت گرفته تمام میشه براتون نشان میدم. ببینید چه خبر داره تمامش. من با زیارات آشنایی ندارم. خب دوستای عزیز شما خودتون ببینید باشین ببینید. یکی از کوچه های قدیمی افغانستان است و کوچه انتیک فروشی. گشتن دیگه دوستای عزیز اگر لذت دیگه داره خدایی دلت باغ میشه خدایی همتون فعلا از من رفتم یا یکی از کوچه‌های قدیمی افغانستان کوچه انتیک فروشی. باید گنده افغانی در پسر میدین دوستایی. ببینیم چی گنده افغانی است که نرایم خوشم از هر نوع گند بخواین دیگه پیدا باشیم. این منزل دوش است. منزل دو جایی است که ترمیم هم میکنن یه زیورات و در پهلوی ترمیم میفروشن هم و ترمیم هم میکنن. هر نوع زیورات خراب شده باشه هر مشکل پیدا کرده باشه اینجا ترمیم میشن. قابلی پلاو ملنگ مایچه. من روزه دارم دوستا صدا میکنه قابلی پلاو ملنگ مایچه دلم همته هواو میشه دیگه. کار ما خلاص شد رفتیم یک کار داشتیم یکم کار خود و هم نیم خلاص نیم ماند دیگه. توکل به خدا میریم طرف خانه. خب دوستای زولاگ ما رو تمام میکنیم. کلتان خوشحال باشید. خلاص